وقتی که من اولین بار مسعود رو دیدم سال 1985 یا 1364 در دره پنجشیر بود که کاملا محاصره بود و اولین ارتباطی که ما با هم دیگه داشتیم به نوعی برای من این بود که در مقابل من یک شخصیت تاریخی الان هستش، از همونایی که بابک خرمدین و ابو مسلم خراسانی و آریو برزن نامشان هستش. و واقعا بعدها هرچه بیشتر آشنا شدم دیدم که مسعودم از همون کسانی هستش که در تاریخ اقوام، در تاریخ دنیا هر چند صد سال یک بار به وجود می آیند. یک انسانی بود با قلب شاعرانه، خیلی ارتباط انسانی با همه داشت. مسعود کسی بود که هم روانشناس جمعی بود و هم روانشناس فردی و دقیق میدونست که با هر کدوم از آدما چطور میتونه رفتار بکنه، اما خطایی هم داشت برای خودش که هیچ وقت از اونا به قول معروف خط قرمزش بودن. مثلا یکی از چیزایی که همیشه یادمه میگفتش که اگر در جنگ کسی را اسیر گرفتیم باید غذایی که او میخوره بهتر از غذای ما باشه.